درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار 17. انا در آنجا حولی فترات نمایان است که آثار حیات ظاهر نمی کند. شاهزاده بیدار شده خود را در ویرانه دید. در پهلویش در کنج خانه صندوق زیبایی می ایستاد. شاهزاده قلف صندوق را در شکست و دید که دختری ماه پیکر آغشته خاک و خون اندرون صندوق می خوابید. از هر طرف صندوق سیخ‌های فولادین خلانیده جسم لطیف دختر را به دیوارهای آن دوخته بودند. آره، این معشوقه او بود. شاهزاده مدهوش گردید. احتمال این گونه واقعه ها در اینجا حالا هم رخ دهند. کی می‌داند؟ ترتیب زندگانی همان است، دین همان، مذهب همان. حتی برعکس همه این بسا کهنه و پیر شده است. علت در تن پیر بیشتر می شود و امید به شفای آن کمتر. ملا اوراقکه بیدار شده آمده سیگاریت پرسید. یک قلاب دود را از سوراخی دیوار به بیرون پوف کرده. من حیران، دکتر شده ایستاده تدبیر خواب خود را نمی کنید. در شفت خانه خدا زندگانی می کنیم. راست، در پهلوی خانه خدا زندگی می کنیم. تکرار نمود ملا اوراقکه باز بیشتر روح گرفته. امید به کرم الله کریم می بندیم و خلاص. خیر، بیایید وقتی ناشتا شد. امروز انشالله به عرفات بزرگ می رفتیم. نان، مربا و اندک تخم بریان آوردند. به هر کسی که چالاکتر بود تخم بریان رسید. من و اسرافیل آدابی سری دسترخوان را هنوز فراموش نکرده بودیم که ناچار از نان و چای نفس را یک نوع آرام ساختیم. ناشتا به آخر نرسیده شخصی نوچه لاغر و سیه اندامی آمد. به زبان ویران ترکی خود را شناسانید. من شیخ زمزم هستم. حج مبارک. تبریک او را جواب گفته خودش را با احترام از بالا نشانیدند. شیخ زمزم چشم تیزبینی داشت. گویا آن چشم نبود و یک جفت بگیز بود که هر کس یا چیزی به مد نظرش افتاده را سوراخ کرده می گذشت. شیخ شفشف بسیار نگفته زود به سر مقصد آمد. وی از اولاد کهن شیخ‌های اصیل و معتبر بوده است که چشمه مبارک خانه خداوند را بانی می کنند. بنابراین هر یک مسلمانی به زیارت آمده با هدیه خرسند کردن او را برای خود هم ثواب می دانسته است و هم شرف. حاجیان چمدانهای خود را یله کرده یکی رویمال، دیگر چند گز متا، سومی کلوش هدیه کرده صاحب ثواب و شرفمندی دعای شیخ گردیدند. چمدان کشایی همسفران را دیده به خاطرم رسید که دیر باز از حال داروهای خود خبر نگرفتم. با این نیت چمدان را می کشایم که شیخ زمزم از پیشگاه چابکانه برخاسته به عنوان بنده دعاخوانان به سرم رسید. در چمدان یکی از شیشه‌های یاد قسماً ریخته کمی داکه را تر کرده بود.
شما از مملکت به ما چیزی نآورده اید. گفت شیخ با چمدان پر از داروی و اسبابهای طبی ناراضیانه نگاه افکنده و در پهلویم دیکک نشست. شیخی را به این درجه گستاخی و شلقینی ندیده بودم. فکر کردم که این نسخه نادیره بنی آدم در حقیقت می ارزد که چیز این آمش کنی. 2 پچکه قند و 2 لونده چای کبود را که برای خوراکی خود گرفته بودم برآورده به او مرحمت گفته دادم. اما دعای نصیبی من شده از دعاهای غر و غوث نبود. 1 تنیمته مهاجران آمدن گرفتند. اینها آدمانی بودند که 35-40 سال مقدم یا خودشان یا پدرهاشان خاک وطن را هر کدام به هر طریقه ترک کرده به افغانستان یا قاشقر یا ایران رفتند. پس از سالهای دراز شهر به شهر و دهه به دهه گشتن به عربستان آمدند. از در آمده سلام می دهند، با همه از یک سر واخوری می کنند. پس از دقیقه تحمل کرده می پرسند که آیا در بین ما همشهری یا همدیاری آنان هست یا نه؟ اندیجانی، بخارایی، نمنگانی، قزانی، تاشکندی، خوجندی و سمرقندی ها را بیشتر می پرسند. پیرمرد آمده خوجندی ها را پرسید. در گروه امساله خوجندی نیست، ولی کمینه و انا این کس دختوری ما هر دو از تاجیکستانیم. ما را شناسانید. شریک سفر من ملا تیشبای. پیرمرد با ما گرم پرس و پاس کرد. نام وی ملا ابراهیم حاجی بوده است. ملا تیشبای از اداره آید به کارهای دینی نزد سویت وزیران تاجیکستان 1 دسته مکتوب آورده بود. از آن دسته مکتوبی را جدا کرده به پیرمرد داد. ما در یک کنج خانه 3 کس رو به همدیگر می نشستیم. دیگر همسفران نیز با مهاجران همدیارشان همین طور دایرچه های خورد ساخته به سر خود صحبت می کردند. ملا ابراهیم مکتوب را با دست لرزان گرفته 1 برویش نزدیک برد. احتمال می خواست آن را به چشمانش بمالد، اما با ملاحظه از نیتش گشت کنیرت کبود را به سر سینه‌اش پخش نموده در همین حالت مدت به زمین نگاه کرده نشست. هنگامی که مکتوب را می خواند آب چشمانش 6 قطار شدند. هر زمان اشک چشمان را با پشت دستانش پاک کرده مکتوب را خوانده به پایان رسانید. باز 1 مرتبه از نظر گذرانید. سپس از جای برخاسته الها برکه یابید گویان به در رفت. وقتی آمدنش پیرمرد به نظرم جسماً تنومند، روحاً بردم نموده بود. حالا دست و پایهاش از اضطراب می لرزیدند، اما از کمک ملا تیشبای که می خواست از بغلش گرفته به فرامدنش از زینه دراز یارمندی کند دست کشید و دیوار را داشته فرامده رفت. رهبرت دیروزه ما در طواف کعبه آمده گفت که به شخص یاری دکتر لازم است. ترجمان را همراه گرفته به پایان فرامدم. مردی تخمین 42-45 ساله در تگ دروازه رو به زمینی تر ساعت آبکشانی خدمتگاران بود. دست و پایهایش را یازانیده پنج شده می خوابید. 1 همسفرش بروی وی آب می پاشید. مرد افغان بوده است. عبدالصمد اکا در اینجا لازم نبودن خدمت ترجمانی خود را پی برده برگشت. از روی نقل همسفرش مردی بیمار همین حالا از طواف کعبه برآمده با پای خود به اینجا رسیده است و ناگاه بیهوش شده افتاده است. نبض مردک قریب تمام گم شده بود.
قیافش به شخص هفته ها نان‌ریزه نچشیده مانند بود. در واقع هم از اول ماه رمضان این جانب روزه می داشته است. شنیده بودم که مسلمانان محکم اعتقاد اگر نیت حج داشته باشند از اول ماه رمضان تا روز عید قربان، یعنی زیاده از 3 ماه روزه می دارند. بعد کافئین فرستادن برگش نبض بیمار اندک عیان تر شد. متوافی ما سید عبدالکریم که یکی از دادران صاحب خانه سید زینالدین کوشک بوده است، گردن این خارخاران فرمود که چیز و چاره های بیمار را از آشیانه یکم به یکی از حجره های آشیانه دویم کشانند، برای وی زود خوراک گرم آبکی تیار کنند. از ذخیره های خودمان به بیمار یک خوتیچه پاری ویتامین آورده دادم. با سید عبدالکریم تأکید کردم که اگر زنده ماندن بیمار را خواهند باید کمش 1 هفته او را با خوراک سیرغذای سبک پروا کنند. سید به آسمان اشاره کرده چیزی گفت و به کار خود رفت. بالا برآمدم که شخص مرا منتظر نشسته است. شما از دوشنبه بوده اید ها؟ گفت او پس از سلام علیک و پرسپاس. قاری میر سیراج گفتنی برادر من در همانجا زندگی می کند. نمی شناسید؟ افسوس که نه. بعضی ها قاری شکر می گویند. قاری شکر؟ می دانم. در خانه تقایم او را چند بار دیده بودم. در پیش کمبیناتی گازوار استقامت می کند. چی؟ در کجا گفتید؟ من در حال سهو خود را پی بردم. این مردک کلمه کمبینات را از کجا داند؟ پس از سوال و جواب زیاد هر دو قناعت حاصل کردیم که شخصی که من می دانم یعنی همان قاری شکر برادری زایده اوست و خود این آدم قلداش خواجه حلواگر بوده است. هی 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 چی خوب شد که شما را دیدم. همتونه به گپ در آمده رفت حلواگر. پارسال هم از دوشنبه یک کس آمده بودند. سینشان از شما کلانتر، بسیار آدمی سره، لیکن به جیانم دختری قاری شکر کمتر سوغاتی داده فرستادم. 1 تا چیهک را نرسانیدند. کاری خوب نکردند. همتونه دکتر؟ چی را نرسانیدند؟ چیهک چیهک یعنی که شیرازی برین 1 چیز می شود. با کرته یا پاجامه می شینانند. همتونه کاری خوب نشده است، اما شاید که گم شده باشد. نمی دانم. خیر هیچ وقت یعنی. همتونه هی 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 چی خوش که شما آمدید. انشالله با شما حالا بسیار صحبت ها میکنیم. همتونه پارسال آن کس را به کلبه فقیرانم تکلیف کرده بودم. آمدن هرچی در بساط بود برآوردم. شکر خدا که به خود تینج هستم. دستم را دراز کنم به یک جا می رسد. از شیر برنج شوربا تا میوه و حلوا و دیگر نقل و نواها را به پیشش کشیدم. آدم خوش چقچق بودند. همتونه لکن 1 تا چیهک را نرسانیدند. برادرم قاری میر سیراج یعنی قاری شکر در مکتوبی تبرکشان هم تو گفته انداختند. برادرم هیچگاه دروغ نمی گویند، یعنی که گم شدگی است. راهی دور آخر. همتونه اکنون مال مکه مکرمه تبرکی گفته فرستادم دیه. دختر بچه شکر به 12 قدم ماند. پگه بگه توی می شود گفته فرستادم. برادرم آهسته 1 فاتحه اش را گرفته پایش را بند کرده مانده اند. همتونه قلداش خواجه تیز تیز آخر کلمه ها را خائیده گپ می زد.
هر زمان ریش سیرکی ماش و برنجش، ابروان مهینش را با انگشتانی باریکی زنانه‌اش مالیده می‌ماند. خدا را شکر، بنده فقیر به خودم بسیار تنج هستم. در اینجا 2 حولی دارم، یک تاش هم کفایه میگشتم. لیکن یک آشنایم بر ریاض کوچیده رفت. ریاض پایتخت شریفی سعودیه است. میدانید البته، همتونی؟ هم تو خبر دارم برادر. یک کس انا به همان شهر شریف کوچیده رفت، التماس کرد که منزلش بیگانه نشود. به 100 طلا خریدم. 100 دینار، ما دینار میگوییم. پول ما را دیده گیستید، همتونی؟ ها بله دیدم. انا از همان ریال 40 تاش 1 دینار می شود، همتونی؟ به 100 دینار خریدم. مفدیه؟ در طائف مبارک 1 حولی عالم پناه دارم. هر سال تابستان را در آنجا می گذرانم. به طائف مبارک انشالله شما هم می روید. حاجی های مملکت هر سال می روند، همتونی؟ های چی خوب که شما آمدید. انشالله به طائف مبارک می رویم. بعد به مدینه منوره. در مدینه 1 حولی کلان دارم. اکی میانم استقامت می کند قاری شکر از همه کلانی. من خوردی و میانه. باز 1 همشیره هم داریم در همین جا در مکه مکرمه. های چی خوش که شما آمدید، همتونی؟ اگر یگان چیز خرید و فروش کردن لازم باشد، بنده فقیر به خدمت تیار، همتونی؟ چیزی برای فروش نآوردم، این تو گویید؟ خیر، یگان چیز خریدنی باشید من یارمندی میکنم. آخر ما اینجا مقیمیدیه، همتونی؟ هم تو خوب باز همدیگر را میدید اگیستیم. قلداش خواجه حرکت های مرا که از جای برخواستنی می شدم گویا نمی دید، اشاره های مرا گویا نمی فهمید. درباره حولی هاش چند زن داشته، اما به فرزند بودنش همچنان با رغبت تام حکایت می کرد. همسفرانم و مهاجران مهمان کی ها به کوچه رفته بودند. فقط 1 نفر مهاجران در پیشگاه خانه به حضور نشسته، 2 چشم از من نمی کند. بیشتر به من ذهن مانده نگاه می کرد. نهایت آن مرد آمد، در قربی ما نشست و پیت لب فرو بستنی دادر قاری شکر را یافته سوال داد. چرا کم شمایان؟ کم؟ یعنی چی گفتن می خواهید؟ از ترکیه 30,000 کس آمده است. از ایران 24,000. از شما همگی 18 نفر. اگر این خیلی مقایسه کنید ما کم. گفتم چی گویم به او؟ سبب کمی شماره حاجیان را چگونه فهمانم؟ مسکو اجازت نمیدید دیه؟ پیچینگ پران مردک. خنده هم گرفت. مرد ابرو چین کرد. خودداری کرده نتوانسته خندیدم. مرد برخواسته با آتشینی دامن افشانیده به در رفت. مورد دیگر می شد. از سوال او قهرم می آمد. عقیده ای که او دارد فقط از غافلی سر می زند و بس. اگر اینجا عربستان نمی شد و اون نوع کرده می فهماندم که در مملکت ما دین آزاد است، اما آزادی به هلاکت محکوم. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثری درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 17